چرا نباید ساده‌لوح باشیم؟ دیدگاه‌های بزرگان علم و فلسفه درباره درک درست و جلوگیری از سوء تفاهم‌ها. سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز می‌خوایم راجع به یه موضوع خیلی مهم حرف بزنیم که شاید خیلی از ما توی زندگی به طور ناخودآگاه باهاش دست و پنجه نرم می‌کنیم. ساده‌لوحی و سوء تفاهم‌ها. بله، واقعیت اینه که خیلی وقتا ما خیلی راحت قضاوت میکنیم و مسائل رو خیلی سطحی بررسی میکنیم بدون اینکه واقعا عمق موضوع رو درک کنیم. این باعث میشه که دچار اشتباهات و سوء تفاهم‌هایی بشیم که میشه ازشون جلوگیری کرد. امروز میخوام از دیدگاه‌های بزرگان تاریخ، هم از فیلسوف‌ها، هم از دانشمندان استفاده کنم تا ببینیم چرا نباید ساده‌لوح باشیم و چطور میتونیم از سوء تفاهم‌ها جلوگیری کنیم. سقراط، فیلسوف بزرگ یونانی. من هیچ نمیدانم. سقراط یکی از بزرگترین فیلسوف‌های تاریخ بود که به طور مداوم در جستجوی حقیقت بود. اما جالب اینجاست که یکی از معروف‌ترین جملات سقراط این بود: من تنها چیزی که میدانم این است که هیچ چیز نمیدانم. این جمله در ابتدا ممکنه براتون عجیب به نظر برسه، اما اگه به عمقش نگاه کنیم متوجه میشیم که سقراط با این جمله دقیقاً می‌خواسته به ما یاد بده که هیچ وقت فکر نکنیم همه چیزو میدونیم، چون در حقیقت این خودآگاهی نسبت به نادانی یکی از مهمترین راه‌ها برای جلوگیری از ساده‌لوحیه. اگه ما همیشه فکر کنیم که اطلاعات کاملی داریم، ممکنه خیلی چیزا رو از دست بدیم. مثلا ممکنه وقتی با یه مسئله پیچیده روبرو میشیم، به جای اینکه به عمق مسئله بپردازیم، خیلی سریع قضاوت کنیم و فکر کنیم که راه حلش خیلی ساده است. این دقیقاً همون چیزیه که سقراط هشدارش رو میده. اون با پرسیدن سوالهای فلسفی و بررسی عمیق مفاهیم به ما یاد میده که همیشه باید شک و تردید داشته باشیم و هیچ وقت از بازاندیشی دست نکشیم. نیچه، تفکر سطحی همیشه به اشتباهات میانجامد. بیایید سراغ فریدریش نیچه، فیلسوف آلمانی معروف بریم. نیچه در فلسفه‌اش تاکید زیادی بر تفکر عمیق داشت. اون باور داشت که بسیاری از انسان‌ها به خاطر راحتی و ترس از پیچیدگی‌ها به تفکر سطحی روی میارن. به عبارت دیگه، وقتی چیزی رو سطحی و بدون درک عمیق از اون بپذیریم، به سادگی دچار اشتباه میشیم. نیچه گفته بود تفکر سطحی همیشه منجر به اشتباهات میشود. اون اینو در برابر تفکر عمیق و انتقادی قرار میده. نیچه معتقد بود که بسیاری از اشتباهات بشری از همین نگرش ساده‌لوحانه سرچشمه میگیره. یعنی انسان‌ها وقتی با مسائل پیچیده روبرو میشن، به جای اینکه به عمق مسئله برن و ابعاد مختلف اونو بررسی کنن، راحت‌ترین راه رو انتخاب میکنن که این خودش به یه اشتباه بزرگ تبدیل میشه. از نظر نیچه، وقتی انسان‌ها به دنبال راحتی میرن و در برابر مشکلات از تفکر عمیق شونه خالی میکنن، دچار اشتباهات بزرگی میشن که میشد از اونا جلوگیری کرد. چارلز داروین: علم همیشه در حال تغییر و پیشرفت است. حالا بیایید از چارلز داروین، دانشمند بزرگ بریتانیایی، بگیم. داروین به ویژه با تئوری تکامل شناخته میشه. اون دیدگاه جالبی در خصوص علم داشت که در طول زمان تغییرات زیادی کرد. داروین گفته بود که علم هیچ وقت ثابت نیست و همیشه در حال تغییره. این دیدگاه به این معناست که هرچه اطلاعات جدیدتری پیدا کنیم، ممکنه نظریات قبلیمون تغییر کنه. چطور این دیدگاه به ساده‌لوحی مربوط میشه؟ میگم براتون. وقتی ما فکر میکنیم که یه بار برای همیشه چیزی رو فهمیدیم و دیگه نیازی به بازنگری یا تحقیق بیشتر نیست، در حقیقت داریم دچار ساده‌لوحی میشیم. به همین دلیل داروین به ما یاد میده که همیشه آماده باشیم تا اطلاعات جدیدتر و دقیقتر رو بپذیریم و از دایره اطلاعات قدیمیمون بیرون بیاییم. اینطور میشه که ما از ساده‌لوحی و اشتباهات بزرگ جلوگیری میکنیم و همیشه در جستجوی حقیقت میمونیم. آلبرت اینشتین: برای حل مسائل پیچیده باید تفکر عمیق‌تری داشت. حالا نوبت میرسه به آلبرت اینشتین، کسی که جهان رو با نظریه نسبیتش متحول کرد. اینشتین یکی از بزرگترین نابغه‌های علمی تاریخ بود و همیشه به تفکر عمیق و به دور از سادگی اعتقاد داشت. اون در یکی از معروفترین جملاتش گفته بود مسائل پیچیده رو نمیشه با تفکر سطحی حل کرد. این جمله یعنی اینکه وقتی با مسائل پیچیده روبرو میشیم، نباید به راحتی به سراغ جوابهای سطحی بریم. ساده‌لوحی در مواجهه با مسائل پیچیده نتیجه جز اشتباهات بزرگ نخواهد داشت.
اینشتین در تحقیقاتش همیشه به دنبال راه حل‌های عمیق‌تر بود. معتقد بود فقط با درک عمیق و یکپارچه از پدیده‌ها میشه به نتایج درست رسید. بنابراین وقتی ما در زندگی با مسائل پیچیده روبرو میشیم، باید از تفکر سطحی دوری کنیم و به دنبال تحلیل و بررسی عمیق‌تر باشیم. کارل راجرز: دیدگاه‌های مختلف را درک کنیم. خب حالا شاید بپرسید که چطور باید از سوء تفاهم‌ها جلوگیری کنیم؟ یکی از بزرگترین روانشناسان قرن 20 کارل راجرز توصیه جالبی داره. اون گفته بود برای جلوگیری از سوء تفاهم‌ها باید دیدگاه‌های دیگران رو درک کنیم. این یعنی وقتی ما فقط از زاویه دید خودمون به دنیا نگاه می‌کنیم، بسیاری از ابعاد پنهان مسائل رو نمی‌بینیم. برای مثال، وقتی در یک بحث یا مناقشه وارد میشیم، اگر فقط به حرفای خودمون توجه کنیم، به سادگی ممکنه دیدگاه‌های طرف مقابل رو اشتباه متوجه بشیم و دچار سوء تفاهم بشیم. اینجاست که گوش دادن با دقت و پذیرش دیدگاه‌های دیگران مهم میشه. وقتی با ذهن باز به حرفای دیگران گوش بدیم و سعی کنیم که دیدگاه‌های اونها رو بفهمیم، خیلی راحت‌تر میتونیم از اشتباهات جلوگیری کنیم و ارتباطات موثرتری برقرار کنیم. ساده‌لوحی در زندگی روزمره. دوستان، زندگی امروز به خاطر تکنولوژی و دسترسی سریع به اطلاعات میتونه ما رو در معرض خطر ساده‌لوحی قرار بده. هر روزه کلی اطلاعات به ما میرسه و ممکنه که خیلی سریع یه مطلب رو بخونیم و بدون اینکه بررسی کنیم اونو به عنوان حقیقت بپذیریم. این اتفاق خیلی راحت میفته، مخصوصا وقتی خیلی از اطلاعات به صورت سطحی و بدون تحقیق منتشر میشن. اینجاست که باید دقت کنیم که همیشه از منابع معتبر استفاده کنیم و اطلاعات رو به طور دقیق بررسی کنیم. هیچ وقت نباید به اطلاعات سطحی و سریع اکتفا کنیم.